ببین 3 اصل که بیشتر تو زندگی زناشویی نیست که. اصل اول، مرد اگر آب زیر پوستش بره دیگه الهی با امید تو، دیگه بیا ببین من در اینجا و خلیفه در بغداد. دومیش اینه که اگر شلوارش دوتا بشه. اوه کجا این خنده داشت ار میخندین؟ به جای که گوش کنی همچه قشقش میخندین بی خودی. واقعا که دلغک این حرف. نه ببخشید میگفتیم کجاش بودم؟ شلوار دوتاشه آب زیر بود. اصل دوم شلوار است. اگر شلواره بشه دوتا دیگه الهی با امیده تو. کسی رو نمیشناسه. ببین 30 ساله من دارم با منصور زندگی میکنم، تا به امروز باج ندادم. میفهمی؟ پس شد 3 تا است. اصل اول چی بود؟ زیر پوست. دوم شلوار. اصل سوم باج. همیشه سعی کنین فکر کنین که از شوهرتون طلب کارین، یعنی یه چیزی باید ازش بگیرین. فهمیدی چی میگه؟ یه چیزی ازش بگیرین.